برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود به یکایک شما تماشابینان گرامی ما. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. ما امروز درباره هجوم کرونا ویروس به تاجیکستان صحبت میکنیم. کرونا ویروس یک بار با لشکرش حکومتیان تاجیکستان را در غفلت گذاشته باز به تاجیکستان هجوم کرد. این دفعه حکومت جمهوری تاجیکستان از کرونا ویروس در حال پی بردن که چندین بیمارخانه های تاجیکستان پر از گرفتاران به کرونا ویروس شد. بعد از آن پی بردند. خودشان گفتند. گپی من نیست. دیروز حکومت جمهوری تاجیکستان دوباره وجود ویروس کرونا در کشور را اعتراف کرد. پس از جلسه نوبتیش استاد جمهوری آید به پرزور نبودن چاره‌های ضدی اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پخش‌شوی بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 این ستاد به توجه شهروندان رساند که در مؤسسه‌های تندرستی مملکت حالت‌های گرفتار شدند به بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 به قید گرفته شده است. در مؤسسه‌های تندرستی مملکت خودی همین عباره در مؤسسه‌های تندرستی مملکت حکایت از آن می‌کند که تا این زمان مقامات درباره وضع ویروس کرونا در کشور دروغ می‌گفتند. دلیل دیگر همین است که دروغگوترین خبرگزاری در کشور رسانه دروغگو اگنتی ملی اطلاعاتی خاور مدت از نشر خبرها درباره وضع کرونا ویروس در تاجیکستان دست برداشته بود، اما برابر پیدا شدن آوازها درباره گرفتاری های دیگر باره مردم به کرونا ویروس دوباره به نشر هر روزه خبرها پرداخت که تقریبا یک متن داشت. فقط یک متن. شبانه روز آخر در تاجیکستان یگان حالتی نوی گرفتار شوی به این بیماری به قید گرفته نشد. فقط همین گپ. چند روز. در حالی که یک روز قبل در کشور هیچ حالتی گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. اکنون بسیار بعید است که روز دیگر گرفتاران این کرونا ویروس یک باره در چند مؤسسه طبی پیدا شوند. دیروز نبود، امروز چقدر در بیمارخانه پیدا شدند. حالا رسانه های دیگر حالا قریب 40 روز شدگی است از گرفتاری صدها نفر به کرونا ویروس خبر داده بودند. در شبکه های اجتماعی نزدیک به 2 ماه است که از گرفتاری دوباره و به هلاکت رسیدن چندین نفر به سبب کرونا ویروس گپ میزنند، می نویسند، واهمه میکنند، نگرانی میکنند. نیست کرونا ویروس نیست. رادیوی آزادی و خبرگزاری از اپیلیوس در گزارش‌های علاهیده از گرفتاری چند نفر به کووید 19 خبر دادند. از اپیلیوس از منبع خود در آزمایشگاه دیامت اطلاع داد که 8 ایون تنها در شهر دوشنبه 100 نفر گرفتاری کرونا ویروس آشکار شده است. 100 نفر. این رسانه نوشته بود که در آزمایشگاه‌های دیگر نیز پیدا شدن بیماران را تصدیق کرده‌اند. فهمیدید؟ عیناً مثل سال گذشته. عیناً. سال گذشته هم پس از پافشاری‌های زیاد بر این که تاجیکستان در قطار کره شمالی و ترکمنستان خودش را از کرونا ویروس آری می‌داند، یعنی تازه می‌داند، یک روز قبل از سفر نمایندگان سازمان جهانی بهداشت سال گذشته نمایندگان سازمان
جهانی بهداشت به تاجیکستان سفر دارند، حالا به تاجیکستان آمده نرسیدند، در راه هستند. اینها تا همون روزه چی گفته ایستاده بودند؟ در تاجیکستان کرونا ویروس نیست، در تاجیکستان کرونا ویروس نیست، در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. همین تنها یک روز پیش از آمده رسیدن نمایندگان سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان در رفتن گرفتن که چند نفر به کرونا ویروس گرفتار شده است. هرچند حال حاضر سفر هیچ مقام این سازمان به کشور در نظر نیست، بازگشت کرونا ویروس به تاجیکستان تکرار همین سناریو وایساله یا اشتباهی همین سال گذشته است. ببینید سال گذشته هرچند هنوز در اولهای ماه فوریه دلیل‌های گرفتاری شهروندان به کرونا ویروس رسانه‌ای می‌شد، به خاطر برگزاری جشن نوروز در خوجند یا انقترش رقص امام علی رحمان، مقامات هر قدر توانستند اعتراف وجود کرونا ویروس در کشور را به عقب اندازند، برای اینکه امام علی رحمان باید می رقصید، جشن نوروز باید برپا می شد که شد. جشن نوروز را برپا کردند. جشن نوروز باعث شد ویروس به تمام کشور پهن شود. جشن نوروز ویساله و در کوتاه‌ترین مدت هزاران نفر را گرفتار سازد، چند صد نفر را بکشد. شاید از 1000 نفر فوتیدگان از کرونا ویروس در تاجیکستان زیاد باشند. حکومت گفت که 90 نفر فوتیدن تمام. باور کردیم؟ نه، کی باور میکنه؟ در یک استرافشان از 200 نفر فوتیدگان زیاد هستند. دلیل در ما وجود دارد. امسال باشد به خاطر پیشواز پردبدبه رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف، حکومت تاجیکستان اعتراف کردن پهنشوی دوباره کرونا ویروس در کشور را به عقب انداخت و با تکرار خطای پارینه‌اش دوباره کرونا ویروس را به کل کشور پهن کرد. یعنی مثل که یک دهقان زراعت میکند، اینها ویروس را به تمام منطقه‌های تاجیکستان کاریدند. 18 مارس سال 2020 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان به خاطر تطبیق چاره‌های پیشگیری از واردشوی و پهنگردی کرونا ویروس، دفتر مرکزی جمهوریوی تحت رهبری سروزیر تأسیس داده شد. یعنی ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس تحت رهبری سروزیر. یعنی حکومت به این نتیجه رسیده بود که خطر کرونا ویروس به تاجیکستان واقعاً بزرگ است و برای مبارزه با آن باید تمام نهادهای دولتی با رهبرانشان جلب کرده شوند. در این شتاب نو تنها خود رئیس جمهور نبود، امام علی رحمان نبود، باقی همه منصبداران حضور داشتند بودند، فقط امام علی رحمان نه. کوتاه کرده میگویم برای چی امام علی رحمان نبود؟ برای اون که از این بلا خلاصی نبود. حتما این کرونا ویروس حکومت را بدنام میکرد، باید از این بدنامی امام علی رحمان امین ماند بود. برای همین هیچ در کجا بودن سروزیر تعیین نه، در همینجا تعیین شد که تاجیکستان سروزیر هم داشته است. انکنون در همان حال که جشن بزرگ نوروز که قرار بود در دومین شهر بزرگ کشور، شهر خوجند برگزار شود، 2 روز پیش از برگزاری عید نوروز ستاد جمهوریوی آید به پیشگیری کرونا ویروس تشکیل شد، اما برگزاری جشن نوروز لغو نشد. ببینید
3 هفته قبل از تاسیس سیستاد همین سال 2020 سال گذشته پیشتر از همه کشورهای جهان زمانی که بجز چند کشور خبری در کشورهای دیگر از کرونا نبود مقامات تاجیکستان به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس در این مسجدها را بسته بودند. حالا در دنیا هیچ چی گپ نیست. در تاجیکستان در این مسجدها را بستند. اما بعد اعتراف خطر کرونا ویروس و تأسیس شتاب فراگیری جمهوری امر شد در این مسجدها باز شوند. در این مسجدها را استاد را تشکیل کردند، در این مسجدها را باز کردند. همون زمان حکومت دین گفته بود که در این 3 هفته تمام مسجدها ضد عفونی شدند، یعنی دزینفکسیون شدند و دیگر نماز خواندن در آنها چندان خطرناک نیست. در این مسجدها را باز کردند. در حالی که ما اون زمان پرسیده بودیم مردم را، نمازگزاران را از منطقه های زیاد کشور پرسیده بودیم، معلوم شده بود که یگان مسجد را دزینفکسیون کردگی نبودند. یعنی کمیته دین در آن حال آشکارا دروغ گفته بود. تضاد دیگر این بود که قبل از برگزاری جشن بزرگ نوروز شتاب فراگیر تشکیل می شود. در حال سازمان بهداشت جهانی و همه متخصصان دعوت می کردند برای پیشگیری از پهنشوی ویروس همه جایهای جمعیتی بسته و از جمعشوی آدمان در یک مکان پیشگیری شود. مقامات تاجیکستان چیکار میکردند؟ مقامات تاجیکستان 20 روزی تمام در همین حالت آمادگی به عید نوروز 11,000 نفر را در میدان در خوجند جمع کرده مارشیروفکا مشق کردند. مارشیروفکا با شرکت چند برابری دیگری مردم جشن بزرگ نوروز را انا همین خیل بالای این 11 نفر رقاصه مارشیروفکا کرده مشق کردگی ها با چقدر مردم آوردند، نوروز را برگزار کردند. گذشته از این به تمام ناحیه های ولایت سوخت امر شده بود که برای سیر گلی لاله به خوجند از 100 تا 300 نفر نماینده فرستند. هر ناحیه برای سیر گلی لاله از 100 تا 300 نفر نماینده فرستادگی است. ما آن زمان 2 پیش بینی کرده بودیم. حالا برنامه های همون شب و روزینه ما را تماشا کنید، در شبکه یوتیوب هست. ما آن زمان 2 پیش بینی کرده بودیم. جشن نوروز سبب پهنشوی کرونا ویروس به تمام کشور می شود و بعد جشن مقامات در این مسجدها را دوباره می بندند. مقامات خیلی کوشش کردند اعتراف وجود کرونا ویروس در کشور را به تأخیر اندازند تا حد اقل از این دعوا که محض جشن نوروز سبب پهنشوی کرونا ویروس در سراسر کشور شد همه آنها را متهم نکند و از این دعوای مردم بری باشند، صاف باشند، معاف باشند. اما سر و صداهای زیاد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نشر هزارها فکت و دلیل درباره اوجگیری مرگ و میر از کرونا ویروس در کشور و ورود نمایندگان سازمان جهانی بهداشت مجبورشان کرد بعد 2 هفته جشن نوروز تسلیم شوند، 2 دسته بالا بردارند بگن که او کرونا ویروس آمد. اکنون امسال چی؟ امسال هم اعتراف به خاطر سفر رئیس جمهوری ازبکستان به تأخیر انداخته شد. اعتراف وجود کرونا ویروس. برای چی؟ برای اینکه تا اینکه به برنامه این سفر یا پیشوازی پردبدبه و تملق کارانه از شوکت میرزیویف خلل وارد نشود. در حالی که 1 ماه قبل از سفر رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان از گرفتاری روزانه 10 نفر به کرونا ویروس گزارش شده بود. 1 ماه پیش. دقیقاً
مثل سال گذشته. دقیقاً مثل سال گذشته بعد چند روزی سفر مقامات دوباره به وجود ویروس اعتراف میکنند و این دفعه هم مردم را در پنجشنبه کرونا ویروس گناهکار میدانند. چه خیر؟ ببینید بیانیه وزارت تندرستی رو خواندید؟ در رسانه ها آمدگی است. در بیانیه وزارت تندرستی تاجیکستان آمده است که میگویند عامل اساسی خروج نوبتی بیماری مذکور را متخصصان در بی‌توجهی رعایت نکردن مهلت معین شده برای خودمحافظتی شهروندان مملکت که از خارج کشور برگشته بودند، استفاده نکردن نقاب و دیگر توصیه ها ارزیابی میکنند. این مرگ بر شما شرمنده ها به همین گپتان. در حالی که 40 روز قبل از گرفتاری صدها نفر اطلاع داده میشد، وزارت تندرستی نه تنها بر رعایت قاعده های بهداشتی تاکید نمیکرد بلکه اصلا وجود کرونا ویروس را رد میکرد. حالا باشد میگوید وابسته به این از هر یک ساکن مملکت قطعاً رعایت نمودن توصیه متخصصان ساحه، به ضرورت گشت و گذار نکردن، استفاده نقاب در جایهای جمعیتی و دیگر موادهای بی‌ضررگردانی طلب کرده می شود. ببینید وزارت چی میگوید؟ با توجه شهروندان رسانیده می شود که تنها با راه رعایت توصیه متخصصان ساحه طب و جانبداری ساکنان می توان از سرایت یابی به دلخواه بیماری دست یافت. گپ زده می توانند اینها. ببینید تماشاگران عزیز، تاکیدها را شنیدید، نصیحت های وزارت تندرستی را شنیدید. ببینید اگر این تاکیدها 40 روز پیش می شد، سوالی به وجود می آمد که پس چرا هزارها نفر را جمع آورده مشرف که مشق میکنید؟ اگر این تاکیدها را 40 روز پیش میکردن، پرسیده میشدن که پیش از سفر شوکت میرزویف و تاجیکستان چرا مردم را به فرودگاه ها جمع کرده، مشرف که مشق کننده ایستاده مردم را جمع کرده هزارها نفر را. انا تنها به خاطر پیدا نشدن همین سوال وزارت تندرستی و حکومت کشور و دیگر مقامات مربوطه دوباره به مردم خیانت کردند. خیانت و عامل اساسی پنجشنبه با سرعت موج دوم در کشور همین چیزها شد. همین رفتاری بی‌مسئولیتانه حکومت. اگر سال گذشته تنها در خوجند اینها جشن برگزار کرده و هزاران نفر را جمع آورده بودند، این سال باشد هم در پایتخت هم در خوجند در دو شهر بزرگ کشور این کار را کردند. هزارها نفر از تمام منطقه های کشور جمع شدند تا طبق سناریوی آماده کرده حکومت تملق برای رئیس جمهور کشور دیگر بزنند و چون توفه به دیه و ناحیه های خودشان کرونا ویروس ببرند. اگر قبل از جشن تملق به میرزیویف خبر گرفتاری به کرونا ویروس تنها از پایتخت می رسید، حالا معلومات های به ما از تمام ناحیه های کشور آماده رسیده ایستادند که کرونا ویروس در تمام ناحیه های کشور پر شدت پهن می شود، وسعت می یابد سرایت آن. حالا ببینید فرق مناسبت مقامات با کرونا ویروس از سال گذشته این است که کوشش میکنند بیماران را به بیمارخانه انتقال ندهند و توصیه میدهند که در خانه هایشان باقی مانند و طبابتشان را همانجا بگیرند. در همین خانه مرده برو، بیمارخانه نبیا. که گزارش بسیار میشه، ما مجبوریم که سونه
گزارش بده. این مقامات تاجیکستان استعداد گرفتن تصمیم هایی را دارند که کسی به درک آن نمی رود. حتی خودشان درک کرده نمی توانند. مقامات این استعداد را هم دارند که اول تصمیم میگیرند و وقت دانستند که این تصمیم گرفتهشان خطاست بالایش فکر میکنند که چی باید کرد که از این خطا رها یابیم. در حالتی که خطا بالای خطای یعنی خطا اندر خطا شده رفتگی. ببینید تماشابینان عزیز، با تصمیم گیری های ابلهانه اش رژیم امام علی رحمان نه تنها به ساکنان کشور بلکه به مهاجران در روسیه نیز ضربه زد. ضربه سخت. سال گذشته زمانی که روسیه کرانتینی سراسری اعلان کرده بود، برادر عزت امان با تیمش مهاجران بیکار مانده را به خوراک تامین کرد. همه من گواه هستیم. ببینید حالا همین شب روز مسکو هم کرانتین اعلان کرده است و مهاجران دوباره بیکار مانده اند. اما عزت امان در زندان رژیم امام علی رحمان است و مهاجران بی سرپناه. کمیته دین هم اعلان کرد حالا بستن مسجدهای کشور در نظر نیست، اما میتوان با اطمینان گفت که این در نظر نیست گفتن برای چند روز است. حتما برای چی خیلی گفتن؟ برای اینکه آخر نمیشود دیروز گفته باشید در کشور ویروس وجود ندارد و امروز بیایید در این مسجد رو ببندید که ویروس آمد. در عرفیت میگویند که کور از سایش را یک بار گم میکند. ضربه که تاجیکستان سال گذشته از گم کردن عصا یعنی به تأخیر اندازی اعتراف وجود کرونا ویروس در کشور خورد باید درس بزرگ به رژیم میشد. ولی همان اشتباه دوباره نقطه به نقطه تکرار می شود و به جان میلیون ها نفر خطر ایجاد می کند. ظاهرا تماشابینان عزیز این حکومت کور اسای ندارد، البته اسای ندارد و به یک چاه چند بار هم که راست آمد افتیدن میگیرد. یا قصدن خودش را به کوری زده است و عصای هم نگرفته است تا همیشه کمکش کنند، تا همیشه پا باش آمدن گیرد. رژیم امام علی رحمان هر کسی را که کمترین اعتراض به تصمیم‌هایش کرد خائن ملت میخواند. ولی آیا از این بزرگتر خیانت به ملت وجود دارد که به خاطر یک جشن و یک رقص یا تملق به همسایه جان میلیون ها نفر ملت را به خطر بیاندازی؟ از این هم بزرگتر خیانت وجود دارد؟ تماشابینان گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. تا دیدار دیگر یکایک شما را به الله پاک میسپارم. در پناه خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه